خوشامد عرض می‌کنم به عزیزانی که به نمایشگاه بقیع تشریف آوردید. نمایشگاه بقیع به مناسبت 100مین سالگرد تفعیل بقیع توسط وهابیت دایر شده. چهار امام معصوم در بقیع مدفون هستند. متاسفانه به حرم‌های اونها جسارت شد و به شکلی که در قسمت دوم نمایشگاه مشاهده می‌فرمایید بقیع رو در آوردن. بقیع امروز نه چراغی داره و نه سایبانی. یکی از شخصیت‌های تراز اولی که در بقیع مدفون هستند حضرت ام البنین، المان آخری که مشاهده می‌فرمایید، حضرت ام البنین سلام الله علیها، مادر 4 شهید از شهدای کرب و بلا، مادری که قبل از اسلام ایشون یک بانوی بسیار شجاع از خانواده‌ای بسیار شجاع که جد ایشون رو ملاعب الاسنه، یعنی بازیگر نیزه ها، ملاعب الاسنه ایشون رو مینامیدن. یک شخصیت تراز اول که به لحاظ نسبی در بین عرب از شجاعان بودن و همینطور میدونید فرزندان اون بانو هم حضرت ابوالفضل العباس و 3 برادرشون مجموعاً 4 شهید از شهدای کرب و بلا از نسل این شخصیت بزرگوار هستند که در بین عرب قبل از اسلام هم اجداد ایشون معروف به شجاعت بودن. همینطور ایشون خدمات بسیار زیادی رو در اسلام انجام دادن. بزرگ کردن ائمه معصومین امام حسن مجتبی علیه السلام و همینطور امام حسین علیه السلام گوشه‌ای از خدمات این بانوی بزرگوار هست، همسر امیرالمؤمنین و یاور اون حضرت و همینطور یاور ائمه معصومین بعد از امیرالمؤمنین. این شخصیت بزرگوار از شخصیت‌هایی هستند که در بقیع مدفون بودن و متاسفانه وهابیت در کنار دیگر بقا موقع ایشون رو هم تخریب کردن و به شکلی که در قسمت دوم نمایشگاه مشاهده می‌فرمایید در اومد. اسناد و تصاویری از بقیع موجود هست، اسنادی درباره تلاش‌های علمای شیعه برای احیاء بقیع که متاسفانه تاریخیون بی‌ثمر یا کم‌ثمر بوده. انشاءالله که زیارت مقبولی داشته باشیم. بفرمایید قسمت بدی تصاویر در قسمت انتهایی نمایشگاه استفاده بفرمایید. یک کانالی هم در شیعه مدیا در اینجا با عنوان شیعه مدیا داره، بارکدش در قسمت انتهایی توی ستونها موجود هست. از آن میتونن استفاده